سلام به همه شنونده های عزیز کانال همداستان. خوش اومدید. امروز میخوام داستان زندگیمو براتون تعریف کنم. داستانی که شاید باورتون نشه، اما کلمه به کلمش رو با پوست و گوشتم لمس کردم. راستش چند وقت پیش تولد 48 سالگیم بود. وقتی شمعها رو فوت کردم یه حس عجیبی اومد سراغم. دیگه اون شور و حال جوونی رو نداشتم. انگار یهو پیر شده بودم. با اینکه فقط یه دختر داشتم به اسم مهدیس که اونم ازدواج کرده بود رفته بود سر خونه زندگیش، اما دلم پر از حسرت بود. من تو زندگیم خیلی بالا و پایین دیدم. اشتباهات زیادی کردم. اما همیشه سعی کردم نذارم مهدیس آسیب ببینه. حتی وقتایی که با پدرش دعوام میشد، صدامو میآوردم خاین تا دخترم نترسه. هرچند که شوهرم بگذریم. بذارید از اول براتون بگم. شوهرم خیلی از من بزرگتر بود. شاید حدوداً 22 سال اختلاف سنی داشتیم. یه مرد قدیمی، به شدت مغرور و البته خیلی پولدار. ثروتی که از پدرانش به ارث برده بود باعث میشد فکر کنه از همه، حتی از من سرتره. البته با اون وضعی که ما ازدواج کردیم شاید حق داشت منو پایین‌تر ببینه. برگردیم به عقب. به وقتی که من یه دختر 16 ساله شیطون بودم. توی اون سن و سال من یه لحظه هم آروم و قرار نداشتم. بابام یکی از آدمای سرشناس و متعصب شهر بود. همیشه میگفت دختر باید سنگین و رنگین باشه، سرش تو کار خودش باشه. اما من اصلا تو کتم نمیرفت. مدام دنبال شیطنت بودم. یواشکی از خونه میزدم بیرون، میرفتم خوراکی میخریدم یا دوستامو میآوردم خونه. اون واقعا این کارا خیلی جرم بزرگی بود واسه یه دختر، ولی من از هیجانش لذت می بردم. وسط همین شیطنت‌ها بود که با احمد آشنا شدم. احمد پسرعموی دوستم مینا بود. تازه از خارج اومده بودن ایران و یه مدتی خونه مینا اینا مهمون بودن. احمد یه پسر جذاب، موبر و خوشتیپ بود که کلاً با پسرای دور و بر ما فرق داشت. هر بار که میرفتم دم خونه دوستم، احمد درو باز میکرد و یه جوری نگام میکرد که دلم میلرزید. من که هیچی از عشق نمیدونستم، کم کم دیدم دارم دیوونه میشم. همش به بهونه‌های الکی میرفتم سراغ مینا تا شاید احمدو ببینم. مینا فهمیده بود، بهم میگفت تو عاشق شدی. منم میخندیدم و انکار میکردم، چون میدونستم اگه بابام بفهمه زندم نمیذاره. اما دل که این حرفا حالیش نیست. روز به روز وابسته تر می شدم. احمدم دوستم داشت. اینو از نگاهش، از توجهش و بعدها از حرفای مینا فهمیدم. یه عشق پاک و نوجوانی بین ما شکل گرفت. بالاخره دلمونو به دریا زدیم و عشقمونو به هم انطراف کردیم. یادم یه روز ظهر پشت درختای تو کوچه وقتی هیچ کس نبود همدیگر رو دیدیم. دستاش می لرزید. صدای قلب جفتمونو میشد شنید. قرار گذاشتیم پای هم بمونیم. فکر میکردیم دنیا مال ماست. ولی اما از حسادت. نگو مینا خودش از احمد خوشش میومد یا شاید هم فقط حسادت زنونه بود. نمیدونم. دقیقاً 1 هفته بعد از اینکه ما به هم قول و قرار دادیم، مینا تمام نامه‌هایی که من یواشکی داده بودم به احمد و برداشت برد گذاشت کف دست مامانم. مامانم انگار دنیا رو سرش خراب شده بود. گریه میکرد و میگفت آبرومون رفت. هرچی التماس کردم به بابا نگو فایده نداشت. بابا فهمید. اون شب بدترین شب زندگیم بود. بابام تا میخوردم کتکم زد. جوری که فکر میکردم استخونام خورد شده. اما من لام تاکام حرف نزدم. نگفتم تقصیر احمد بوده، نه اسمشو آوردم. با خودم میگفتم من این دردا رو تحمل میکنم. احمد که بفهمه بیشتر عاشقم میشه و میاد نجاتم میده. بابا رفت سراغ خانواده احمد. قشقرق رو به پا کرد. گفت پسر شما دختر منو بدنام کرده. من دیگه نمیتونم تو محل سرمو بالا بگیرم. من منتظر بودم احمد یا خانواده‌اش پشتم در بیان. منتظر بودم بیان خواستگاری. اما خانواده احمد گفتن ما که داریم برمیگردیم خارج، بلیط داریم. پسرمون رو هم میبریم. شما نگران نباشید. حرف و حدیثا میخوابه. به همین راحتی احمد رفت. بدون اینکه حتی بتونم باهاش خداحافظی کنم. بدون اینکه بجنگه. رفت و من موندم و یه دنیا رسوایی و یه پدر عصبانی.
بعدها فهمیدم اونم بچه بود. زورش به خانواده‌اش نمیرسید. ولی اون موقع دلم شکست. حسرتش موند رو دلم. بعد از رفتن احمد تازه حرف مردم شروع شد. شایعه ساختن که ما رو با هم دیدن و 1000 تا حرف نامربوط. بابام دیگه تحمل نداشت. میگفت لکه ننگ شدی. واسه همین به اولین خواستگاری که اومد بدون هیچ شرط و شروطی جواب مثبت داد. اون خواستگار کی بود؟ همین شوهرم. یه مرد پولدار و ولی سن بالا و به شدت بد اخلاق. اگه شرایط عادی بود عمرن بابا منو به اون میداد. اما میخواست فقط از دستم راحت بشه. منو با چشم گریون و لباس سفید نشوندن ته سفره اب. زندگیم شروع شد. ولی چه زندگی؟ جهنم بود. شوهرم نه تنها بد اخلاق بود بلکه دست بزنم بود. کافی بود یه چیزی باب میلش نباشه چنان کتکی میزد که تا چند روز نمیتونستم راه برم. یاد گرفتم فقط بگم چشم. مثل یه برده زندگی میکردم. خیلی زود تو سن 19 سالگی باردار شدم و مهدیس به دنیا اومد. تنها شانسم این بود که دیگه بچه دار نشدم. چون واقعا توانشو نداشتم. من هیچ وقت نتونستم شوهرم رو دوست داشته باشم. اونم تلاشی نکرد. بدتر از همه خیانتاش بود. مردی که ادعای غیارت داشت. هر روز با یه زن جدید بود. فقط دنبال دخترای جوون میگشت. اوایل هرس میخوردم، گریه میکردم. اما بعدش بی‌حس شدم. وقتی دخترم 3-4 ساله شد دیدم من دارم میپوسم. نه محبتی میدیدم نه احترامی. شوهرم که غرق خوشگوی درونی خودش بود. منم تصمیم گرفتم مثل خودش بشم. گفتم چرا من باید بسوزم و بسازم؟ شروع کردم به ارتباط گرفتن با مردای دیگه. دنبال عشق نبودم. دنبال انتقامم نبودم. فقط میخواستم احساس کنم زندم. میخواستم یکی بهم توجه کنه. از مربی زبان دخترم بگیرید تا بقیه. هیچ کدوم جدی نبودن. فقط مرهم‌های موقت برای زخمای دلم بودن. شوهرم هم هیچ وقت نفهمید چون من زرنگ‌تر از اون بودم. مهدیس بزرگ شد و متاسفانه همه چیز رو میفهمید. میدید پدر و مادرش هیچ حسی به هم ندارن. میدید باباش چه آدمیه. دخترم عصبی شده بود. از ما فراری بود. و دقیقاً تو همین روزای پرتنش بود که یه اتفاق جدید افتاد. اتفاقی که باعث شد من بزرگترین و عجیبترین نقشه زندگیمو بکشم. شوهرم که همیشه دوست دخترای موقت داشت این بار گیر یه نفر افتاده بود که ولکن نبود. اسمش منیره بود. یه دختر جوون و زرنگ. برخلاف همیشه این رابطه تموم نشد. شوهرم براش خونه خرید. اونم تو بهترین جای شهر. شبا خونه نمی اومد. منیره حسابی قاپ شوهرم رو دزدیده بود و تاشوسو تیغ می زد. من نگران شدم. نه به خاطر عشق به شوهرم، به خاطر پول و آینده دخترم. این زن اگه پاش به زندگی ما باز می شد، همه چیز رو صاحب می شد. شوهرم دیگه حتی خرجی خونرم به زور می داد. همه پولا می رفت تو جیب منیره. از طرف دیگه مهدیسم که میخواست از این جهنم فرار کنه، به اولین خواستگارش که یه پسری به اسم ارشیا بود بله گفت. ارشیا، آه از ارشیا. پسری که آه در بساط نداشت و من از همون نگاه اول فهمیدم فقط و فقط دنبال پول پدر مهدیسه. من گیر کرده بودم. از یه طرف شوهرم داشت همه ثروتشو به پای یه زن دیگه میریخت. از یه طرف دخترم داشت با یه کلاهبردار ازدواج میکرد. اینجا بود که فکرم کار افتاد. با خودم گفتم باید یه بازی را بندازم. یه بازی که هم شر منیره رو کم کنم، هم ارشیا رو از دخترم دور کنم. من برگشتم سر کار قبلیم. یعنی چی؟ یعنی دوباره شروع کردم به رسیدگی به خودم. همیشه زن زیبایی بودم و خوب بلد بودم چطور توجه مردا رو جلب کنم. ارشیا مدام خونه ما پلاس بود. به بهونه دیدن مهدیس می اومد اما نگاهش همش روی من میچرخید. منم که از مهدیس دلخور بودم چون اصلا به حرفام گوش نمیداد، تصمیم گرفتم از همین نقطه ضعف ارشیا استفاده کنم. به جای اینکه گارد بگیرم، بهش چراغ سبز نشون دادم. باش گرم گرفتم، نشستم پای درد و دلش.
یه جوری رفتار کردم که انگار منم از وضعیت موجود ناراضیم و یه حامی میخوام. ارشیا خیلی زود واداد. اونقدر زود که خودمم باورم نمیشد. پسری که قرار بود داماد من بشه حالا داشت سعی میکرد دل منو به دست بیاره تا شاید از طریق من به پول بیشتری برسه. وقتی مطمئن شدم که کاملا خام شده و توی مشتمه، فاز دوم نقشه رو شروع کردم. یه روز که اومده بود خونمون، نشستم روبروش و با یه حالت غمگین شروع کردم به نالیدن از بیپولی. گفتم ارشیا جان، میبینی که شوهرم همه پولا رو قطع کرده. همه هم بیده به اون زن منیره. اگه اون زن نبود، الان من دوباره ملکه اون خونه بودم و میتونستم حسابی هوای تو مهدیس رو داشته باشم. حتی میتونستم براتون بهترین عروسی رو بگیرم، خونه بخرم. اما حیف که دستم خالیه. چشاش برق زد. دقیقاً همون چیزیو که گفتم که میخواست بشنوه. طمع پول کورش کرده بود. پرسید خب باید چی کار کنیم؟ راهی هست؟ اینجا بود که تیر خلاص رو زدم. تو چشاش نگاه کردم و گفتم تنها راه اینه که منیره دل سرد بشه. اون فقط به خاطر پول با شوهر منه. اگه یه نفر، یه پسر جوون و جذاب مثل تو بتونه بره سمتش، دلشو ببره و هوایش کنه که از شوهرم جدا بشه، همه چی حل میشه. وقتی منیره بره، شوهرم برمیگرده پیش من، پولا برمیگرده دست من و اون وقت من میدونم و تو. اولش یکم جا خورد. شاید ترسید، شاید شک کرد، اما من ولکن نبودم. انقدر براش دلیل و منطق آوردم و از آینده‌ای که میتونه با پول من داشته باشه گفتم که راضی شد. نقشه من خیلی پیچیده تر از این حرفا بود. من میخواستم با یه تیر دو نشون بزنم. ارشیا میرفت سراغ منیره تا زندگی هویه منو خراب کنه. از اون طرف خیانت ارشیا باعث میشد دخترم مهدیس ذات واقعی این پسر رو بشناسه و از شر یه ازدواج اشتباه نجات پیدا کنه. ارشیا وارد بازی شد. طبق نقشه‌ای که کشیده بودیم شروع کرد به نزدیک شدن به منیره. منیره زنی بود که عشق و حال و دوست داشت و ارشیام جوون و خوشتیپ بود. خیلی زود خبرهای خوبی بهم رسید. ارشیا هر روز بهم گزارش میداد که کار داره خوب پیش میره. منم از این طرف یواش یواش زیر گوش مهدیس میخوندم که این پسر به درد تو نمیخوره. اما مهدیس هنوز مقاومت میکرد. چند هفته گذشت. همه چیز داشت طبق برنامه پیش میرفت که یهو خبری از ارشیا نشد. تلفنش خاموش بود، دیگه زنگ نمیزد. مهدیسم نگران شده بود و سراغشو از من میگرفت. منم ترسیدم. با خودم گفتم نکنه منیره بویی برده، نکنه بلایی سر ارشیا آوردن، یا شایدم ارشیا پول گرفته و فرار کرده. هزار تا فکر و خیال کردم تا اینکه بعد از 2-3 هفته شوهرم بهم زنگ زد. صداش گرفته بود. گفت یه خبر بد دارم. نمیدونم چطور به مهدیس بگی. قلبم ریخت. گفتم چی شده؟ گفت منیره با نامزد مهدیس ارشیا فرار کردن. باورتون میشه؟ نقشه من گرفته بود، اما یه جوری که حتی خودم هم فکرشو نمی کردم. قرار بود ارشیا بازی کنه، اما انگار واقعا عاشق هم شده بودن. یا شاید فقط جذابیت‌های ظاهری و هیجان بود. نمیدونم، ولی اون دوتا، یعنی هویه من و داماد قلابی من، دست به یکی کردن و با هم رفتن. شوهرم میگفت بدون هیچ پولی رفتن. انگار واقعا دنبال عشق بودن. این قسمت ماجرا خیلی خنده‌دار بود. دوتا آدمی که من میشناختم پول پرسترین آدمای روی زمین بودن، حالا شده بودن لیلی و مجنون. این بهترین اتفاق ممکن بود. دیگه لازم نبود من چیزی رو ثابت کنم. مهدیس خودش با چشم خودش دید که ارشیا چه آدمی بود. خیلی ضربه خورد، خیلی گریه کرد. اما بهتر بود از اینکه با اون آدم ازدواج کنه و بدبخت بشه. از اون طرف شوهرم موند و حوزش. زنی که براش همه کار کرده بود بهش خیانت کرد و رفت با یه پسر همسن نوش. غرورش له شده بود، تنها شده بود و حالا نوبت من بود که ضربه نهایی رو بزنم و آینده‌مو تضمین کنم. بعد از اون ماجرا من دست به کار شدم. اول از همه بعد حال و هوای دخترم رو عوض می‌کردم.
مهدی ضربه خورده بود، غرورش شکسته بود. با پول پدرش فرستادمش یه سفر طولانی خارج از کشور پیش دخترعمش تا حالش جا بیاد. وقتی مهدیس رفت خونه موند و من و شوهرم. بهترین فرصت بود تا تیر آخر رو بزنم. شوهرم شکست خورده بود. منیره‌ای که براش میمرد بهش خیانت کرده بود. من شروع کردم به محبت کردن. بهش نزدیک شدم. جوری که انگار همه بدیهاشو فراموش کردم. اونم که تنها شده بود کم کم نرم شد. توی همین روزا بود که بحث آینده مهدیس رو پیش کشیدم. نشستم روبروشو با یه حالت دلسوزانه گفتم حاجی دیدی این پسر ارشیات چی از آب در اومد؟ دیدی فقط دنبال پولت بود؟ سرشو تکون داد. ادامه دادم من نگرانم فردا روزی که ما نباشیم 1000 تا گرگ مثل ارشیا میان سراغ مهدیس تا گولش بزنن و اموالشو بالا بکشن. مهدی ساده است، نمیتونه مدیریت کنه. دیدم رفته تو فکر. گفتم به نظرم برای اینکه خیالمون راحت باشه بیا ارث و میراث رو مدیریت کنیم. وکالت تام بده به من. من مادرم، دلسوزشم. اگه اموال دست من باشه خودم حواسم هست کسی سرش کلا نذاره. بعد از منم که همش مال خودشه. شوهرم که هم از خیانت منیره ترسیده بود و هم دیگه اون آدم کله شوق سابق نبود قبول کرد. ما رفتیم محضر و اون رسما وکالت همه چیز رو داد به من. حالا من مالک همه اون ثروت بی انتها شده بودم. عجیب ترین جای داستان اینجا بود. بعد از اینکه خیالم از بابت پول و آینده راحت شد، دیگه اون کینه قدیمی رو نداشتم. آروم شده بودم. شوهرم هم تغییر کرده بود. دیگه دنبال زنای دیگه نمیرفت. بهم ابراز علاقه میکرد. باور کردنی نبود ولی ما تو اون سن و سال تازه داشتیم شبیه یه زن و شوهر واقعی میشدیم. روزای آرومی داشتیم، خاطرات قشنگی میساختیم که تو کل اون 40 سال زندگی مشترک نداشتیم. اما زندگی همیشه یه بازی جدید داره. دقیقاً وقتی که همه چی آروم شده بود، شوهرم سکته کرد و مرد. بعد از مرگش یه حس عجیب سراغم اومد. حسی که فکرشو نمی کردم. من دلم براش تنگ شد. احساس بی‌پناهی کردم. یه اون باش جنگیده بودم اما حالا که نبود انگار پشتم خالی شده بود. حالا من مونده بودم و یه دنیا ثروت اما تنها تر از همیشه. مهدیس بعد از فوت پدرش کلاً از ایران رفت آلمان و اونجا موندگار شد. اون هیچ وقت رابطه گری با من نداشت و حالا که مستقل شده بود دیگه دلیلی برای برگشتن نمیدید. رابطه من و دخترم محدود شد به اینکه ماهی یه بار زنگ بزنه یا من براش پول بفرستم. همین. الان که دارم با شما حرف میزنم یه زن 48 ساله ثروتمندم. اما تنهام. نه دوستی دارم که بیاد در خونمو بزنه، نه همسایه‌ای که باهاش درد دل کنم، نه دختری که نوه‌هامو بیاره ببینم. من برنده شدم، پول رو به دست آوردم، هووم رو بیرون کردم، ولی زندگی رو باختم. امروز که به گذشته نگاه میکنم میبینم مشکل فقط از شوهرم نبود. مشکل از منم بود. من باید همون جوانی طلاق میگرفتم. باید میرفتم دنبال زندگیم. درس میخوندم، کار میکردم، یه هویت برای خودم میساختم. به جای اون کارا موندم، جنگیدم، نقشه کشیدم و انتقام گرفتم. و حالا فقط با خاطرات اون روزایی زندم که یواشکی از خونه بابام میزدم بیرون تا خوراکی بخرم. روزایی که هنوز قلبم برای عشق میتپید. ممنونم که پای درد دل من نشستید. اگه این داستان واقعی و پرفراز و نشیب زندگی من براتون جالب بود و دوست داشتید، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسید. به نظرتون من راه درستی رفتم یا باید همون اول جدا میشدم؟ تا داستان بعدی، خدا نگهدار.